مشق نوبتی روانی کلاسیکی تاجیک با نام سکوت کبیر سر می شود. مشق روانی برای روان، برای پسیخیک است. فعالیت یک جایه معینه سر را درست می کند، واقعی می کند. واقعیت یعنی ریالنست آن چیزی هست که ما او را در دایره عقل شرح دادن می توانیم. از این لحاظ وقتی که شما میشینید در یادتون گیرید باید مشق روانی را درست اجرا کرد. وقتی شما با کف دستان نگاه میکنید در آنجا خطهای بسیار میبینید. هر یک خط معنای دارد. برای آدمی که کف دست خواندن میتواند، ولی کوشش کنید که اپلیکاسیون یعنی که دقت خود را پریشان نکنید و هر چیز ندهید. دقت در کف دست بگیرید و شما گویا که کف دست خود را مانند آینه نگاه میکنید که تقدیر شما را، گذشته شما را از پیش نظر میگذراند و یاد بیارید اولین قدم های کودکی خود را تا آن دوره‌ای که شما یاد دارید. دخترچه معده بودید که مینویدید یا پسرچه بودید که بسیار چقام صنف یک رفتنتان نگاهی به مهر و عقلانه معلم را یا معلمه را. چرا ما معلم را یعنی معلم صنف یک خود را دائم در یاد داریم، چون که او یکم ذره عقلی را در ما بیدار میکند. او روشنی می اندازد به آن نیران حجره های معینه سر که عاید عقل جوابگو هستند. ما را با جمعیت و طبیعت اولین شده آشنا می سازد. هرچند این کار را پدر و مادر می کنند، ولی پدر و مادر احساسی مناسبت می کنند. معلم باشد معلم صنف یک با عقلانه این کار را می کند، با سیستمی که معارف دارد. تا امروز آمدیم زندگی خود را گذراندیم و ما و شما هر چی که حالا هستیم این نتیجه زندگی پیشینه ما و شماست. ما حاصل انا همان زندگی گذشته خود هستیم. اکنون آینده خود را فکر کنید. از حاضر آینده تون رو ببینید. یک هفته پس، 2 هفته پس، 1 ماه پس صحت بودنتون، مقصدهای دیگر را عملی نمودنتون، استواری نسبت استرس ها، نسبت آدمان بد، همکاری با آدمان خوب، مناسبت سازی، خانه و در و زندگی، دولت پیری، عموما آن آرزوهایی که شما دارید، حتی که بعد مرگ را هم تصور کنید که چطور نامه اعمال را در دست راست میگیرید و از خرسندی تمام کیهان اشک شادی میریزد و به سوی بهشت روانه میشوید. از پیش نظر گذرانید انسان خوب بودن، انسان صحت بودن، همه وقت دست یاری دراز کرده می توانستند، آنچه که دارید شکر گزار بودن و ضمن نمودن نعمت هایی که در زندگی دارید، وطن خود را دوست داشتن، برای امن و تنجی او تلاش کردن و دائم از قلب خود گذراندن خیرخواهی به دیگران را. باز برای نزدیکانتان دارید که اینو جداگانه هر وقت که شما بخواهید برای دیگران یعنی که برنامه ریزی میکنید. و ما چرا والا یک سبک از پیش نظر گذراندیم؟ چون که ما گذشته خود را تجربه میدانیم و راضی هستیم از آن و آینده خود را حالا میسازیم و آن را در معینه میپرتاییم تا معینه آن را عملی کند.
از تقدیر راضی بوده چشمان خود را می پوشید. به سوی خداوند پناه می طلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم و نیت شفا میشینیم. خدا رو در بین معینه سر گرفته آرام میشویم. آرامیتون را حس کنید. خداوند آرام است و آرامی را دوست می‌دارد. آرامی قدرت است. در آرامی بسیار کارهای میشه که به ما معیشت آورند. صحت میشویم، سالم میگردیم، قوت جمع میکنیم. و شما در این حالت به نیت شفا میشینید و هوشتان در بین معینه سر گیرید. هوش را در بین معینه سر گیرید. آرام شوید. بدن خود نجنبانید. یکدیگر خلل نرسانید. برای یکدیگر خیرخواه باشید. آدم تیزتر صحت می شود اگر برای شریک برش خیرخواه باشد که این هم صحت شود. یعنی برکت و رحمت خداوند نهایت زیاد است، به همه می رسد. نودا شوید با حالتی که شما رو فرا می گیرد. حالت آرامی، حالت مخصوصی معینه سر. بدن خود را حس میکنیم. در کجایی که شدت است بدن شما آن را نرم سازید. یک بار گردش خون رو در بدن خود حس کنید. گردش آبی بدن را این به شکل خون و لیمفه است. گردش میخورد و شما حس میکنید. حس کنید که چطور به جاهایی میرد که آنجا کار نمیکرد یا که کار نمیکند یا سوز کار میکند. گردش خون به جایی میرد که آنجا گزک یعنی التهاب و وسپلینی بود. از داده شوید به حالتی که شما رو فرا میگیرد. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که به وقوع میاد خود تبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خود بدن. داروهای عادی، داروهایی که در بدن شما زیاد است. روز تا روز هوشتان روشن، تنتان بی‌درد، وقتتان خوش و گشایش کار میگیرید. شما میبینید که روز تا روز علامت‌های صحتی در شما زیاد میشن. نودا شوید به حالتی که شما رو فرا میگیرد. حالت آرامی، حالت مخصوصی معینه سر، حالتی است که بدن ما از گردش خون تامین می شود. اگر خدا کند و با تمام ریشه و رگ و پیوند شما گردش خون درست شود و حجره های معینه سر پرره برسد، آن وقت التهاب ها و بسیار مشکلی ها بر هم میخورند و روز تا روز شما بهتر، خوبتر و نقصتر شدن میگیرید. روز تا روز سلامتی شما رو به بهبودی میگذارد.
رو به دنیای آرامی، آسودگی و شفا میارد. شفا و صحتی مانند لباس است، او را میپوشند. و آهسته حس کنید که شما یک لباس نوری را میپوشید و لباس سیاه و زمین را از بدن دور میکنید. معنی سر خود را نرم سازید. چون معنی را ملایم که کردید، مانده شوی عصب برهم میخورد. این شدت دور و دراز سبب آن شده است که عصبتان مانده شده است. یعنی شدت حالت کاری معنی سر. امکان بدهید که معنی سر دم گیرد. معنی سر چو دم گرفت، روز تا روز ما و شما بهتر و خوبتر شدن. روز تا روز سلامتی ما و شما رو به بهبودی میگذارد. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که به حکومیت خود تبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خودی بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. دنیای زیبا، رنگین و عجیب پیش نظر ما را میگیرد. ما یک قوه را حس میکنیم که قوه جاذبه زمین است. ما را به طرف خود با سرعت 9.6 متر میکشد و این سرعت همه سیاهی و زمینی را از بدن ما میبرد. ما حس میکنیم که سر دل روشن میشود. ما حس میکنیم که پچقشوی ناف یعنی شکم جایش میگیرد. همه آن استرس ها، همه اذیت هایی که به ما و شما از بیرون از درون اثر رسانده بودند به طرف زمین میروند. ما حتی همون آدمانی که ما زیان هم رسانده بودند به طرف زمین کشیده میشود. دانه شوید با حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت آرامی و آسودگی. حالت مخصوصی معنی سر. وجود خود را حس کنید. چقدر خوب و نغز نشسته اید. آزاد و آرامید. آسوده و دم گرفته اید. قوه جاذبه زمین را حس کنید که شما را به طرف خود میکشد. سلام بر توی زمین. اون جایی که در بدن ما خالی شدن میگیرد، آن باید پر شود. موافق قاعده و قانونهای فیزیکی و از کیهان، از طرف کیهان یک نوری از دل آفتاب میبید. چرا که اطراف ما را تو میلیاردها کیلومتر همین قوه جاذبه آفتاب قبیده است. یک اتم کیهان. و ما میدونیم در حقیقت این نور از بدن ما گذشته زمین را میدارد و چون از بدن ما گذرد نور انسانی می شود و هر دو آفتاب و زمین را این نور حلاوت می بخشد. یک گرمی فورانی با نور روشن از تار سر به طرف زمین می رود و یک نور عجیبی با کف پای به طرف دستان و طرف گردن تار سر و دل آفتاب می رود و ما و شما دنیای دیگر را حس می کنیم. در حقیقت اگر ما به درخت نگاه کنیم چنین قوه در او می رود، یعنی با ریشه آب و خاک بالا می رود و با تگ پوست از برگ و شاخه ها به طرف ریشه یک قبط کمبی هست که ماده های لازمی را به ریشه می برد. بدن نجنبانید، حال درست بگیرید، عملهایی نکنید که شما را بی‌حال کنند. همه وقت در حالتی باشید که آواز ما را میشنوید، گاهی از دور میشنوید، گاهی از نزدیک و آواز ما شما را مانند یک بند نوری هست که در شعور شماست و ما شما را از آن حالتهای بیماری که بودید، از آن حالتهای مشکلی بودید کشیدن بیرون میکنیم و شما را در حالت و فضای نو میگذاریم و این است که شما روز تا روز بهتر
و خوبتر شدن میگیرید. روز تا روز حسیات‌های نو، صحتی و سالمی، احساس‌های بخشش و مهر و محبت، فکرهای سازنده و روان واقعی گشایش کار نصیب شماست. هر بار نفس میگیریم بدن سبک میشود، گویا که ما خود را پوری هوا میکنیم. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیره. هر بار نفس میگیریم بدن ما پوری هوا شده سبک میشود. هر بار نفس میبرانیم ما قوه نیروی نفس را و عضو در کاری که ما میخواهیم صحت باشد روانه میسازیم. مثلا اگر شما دم خود را به سر روانه کنید، سر سبک میشود. اگر به دستان کرخت و بهیس میشوند و کار درست میکنند به پایه ها و همین طور در بدن شما پهن میشود. اکنون امروز با روح خود کار میکنید. طوری سر خود را حس کنید. طوری سر ما راه روحی دارد که آن مانندی گنبدهای بالای مسجد است. آن میشکفد مانند لاله. گل لاله چه خیلی میشکفد، انا همین طور طوری سر ما میشکفد و نوری کیهان که با اسم خدا الرحمن پیوست است وارد سر میشود. وارد سر ما شده هوش ما را درست میکند، عقل ما را روشن میکند، وقتی ما را خوش میکند. همینطور نور دیگری با پیشانه وارد میشود که فکرهای ما را درست میکند، آرام میکند. این نور پیوست است با اسم ذات خداوند النور که در پیشانه هست، مانندی دو چهار کنجه در بالای هم گذاشته، یعنی 8 کنجه. یکدیگر را حس نکنید. البته بعضا به اعتباری شما سبب می شود که شما به حال می شوید. از بهترین برکتی مشق روانی شما به بهره می مانید اگر شما رعایت نکنید، درست بشینید و سخت بخواهید که روح خود را با روح کیهان پیوست کنید. پیشانه خود را حس کنید. با آداب باشید. سکوت آداب را طلب میکند. اکثر بهشتیان با آدابانند گفته است پروردگار. پس باشید از جمله کسانی که شما با بهره میشوید از این انرژی نیروی کیهانی که وارد پیشانه نوری میشود با انا همین 8 کنجه‌ای که در پیشانه هست. و شما فکر کنی را یاد میگیرید. بزرگترین آدمان فکرهای خود را در نوآسفره زمین پرتافتند که آنها هستند محمد گرامی درود و سلام بر او، تولستوی، میرزا ترسونزاده، مومن قناعت، کسانی که دست به فضای فکری دارند و انا با واسطه همین پیشانه وارد معینه سر شما می شوند. ما داریم راه روحی در گلو. حس کنید گلوی خود را اگر خفگی باشد ببخشید. اگر شما گنبد رو دیده باشید، گنبد البته در اطراف خود تیریزه ها دارد. تیریزه هایی که مایده هستند ولی اطراف گنبد را از قسم پایانی میگیرند. گلوی ما انا همین طور است.
راه روحی چند طرفه دارد. هر سخنی که شما در درون خود میگویید به عرش کیهان میرود. پس شما اگر بخواهید که سخن شما برسد به عرش کیهان، شما البته راضی باشید از تقدیر، ببخشید، خفه نباشید. سری دل خود را حس کنید که مانند دروازه های بخارا هستند. سری دل میگشاید و دل جایش میگیرد. انا همین جا در سری دل نوری هست که ما اون نور رو بسیار اعتبار میکنیم. این نوری باوری است. زوهای قفس سینه از این نور تامین میشوند. دل به قوت آرام میگردد. نفس آزاد یا باری وزمینی از کتفان پرتافته میشوند. ما در دستان داریم راه های روحی که ستاره های را مانندی دارند که در کف دستند. چون که انا همین گنبد یکم آسمان وقت را معین میکنند برای ما و شما. برای همین شما در کف دستان خود ستاره های را دارید. همان ستاره را چون شب نگاه میکنید و نور پاشی میکند در کف دستانت است. شکم خود را حس کنید. شکم را حس کنید مانند آفتاب. آفتابی که رسمش میکشند کودکان و در شکم ما گرم میشود و اون تاثیر میرساند به غدود زیر معده. اگر راه روحی سر دل تاثیر رساند به تیموس که ایمونیته ما را به قوت میکند، باوری ایمونیته را به قوت میکند. از همین لحاظ که به سر دل نور میرود و آن به تیموس میرسد. شکم باشد به غدود زیر معده و جگر رو تلخه است. تاجیکا میگن ناف میرود. ناف را بردارید، جایش بگیرانید. این مانند آن است که دو شلنگ پجرنیکو را، آتش فشانا را شما به یکدیگر محکم میکنید. روح را به بدن چنین محکم کنید. حسیاتی که گویا که آفتاب در شکم ماست. برای همین در دکتری سالونشنی سپلیتینی میگویند. حسیات زیر ناف که بسیار روحی عجیب است که ما با اینجا فراست داریم. اگر سر دل با اسم خداوند المومین، شکم با الصبور، زیر ناف با الحکیم پیوست است. این مانند آن است که سله میپوشانید. گرد میان بند دارد و آن راست به همان میآید. راه روحی دو مغازه است که به الرزاق، این مانند نیزه است که به قعر زمین می رود. دوام استونمهره است که از این رو سر کردن دردهای بیهوده استونمهره برهم می خورند. این شای خدا ریسک وسیع می شود. از یک طرف ریسک می بینیم که حیران می شویم و دو کف پایکی مانند ریشه درختانند. ریشه نوری که نور میگیرند از زمین و آن را به آفتاب میدهند. این حب است، تبلت که است که برای آفتاب لازم است اگر انسان پیوست باشد. و این سبب می شود این شای خدا که آفتاب گرمی خود را بحث می کند. از معیار زیاد نمی کند. چون هرچند این یک چیزی ناچیزی باشد در نزد علم بزرگ، ولی تاثیرش نهایت بزرگ است. راه های روحی خود را حس کنید که ما با کیهان پیوست هستیم با نور. و پیش نظر خود را روشن‌تر کنید. نورها را درست ببینید.
و هر باری که به یک راه روحی میبیاید نام خدا رو بگیرید. در کف دست الباریو، در کف پای المتین، در ستونها الرزاق، در زیر ناف الحکیم، در شکم الصبور، در قفس سینه المؤمن، در گلو الله، در پیشان النور، در تار سر الرحمن. و ما 99 راه روحی شما رو میدانیم که آنها روانه شدن به آن که شما نیرو بگیرید و قوت. با دقت باشید، بدن نجنبانید تا بدن کرخت و بهیس شود. امروز شما اسم خداوند از شکر یا شکر بگوید که خداوند قدردان است. شکرگزار باشید از خداوند به همه داده‌اش تا که کلید شفا را به ما بدهد و ما به زینه صحتی برگردیم و بالاتر رویم. به ایست تکرار کنید تا آنکه صحتی را حس نکنید. تکرار کنید، یکدیگر را حس نکنید، بدن خدا نجنبانید، بدن کرخت و بهیس کنید. دوست دارید تا دوست داشته باشید، ببخشید تا بخشیده شوید. انتظار شوید و معجزه ها رو بگیرید. امید کنید و کرامات بگیرید. باور کنید و به مقصدهای خود برسید. اسم رو به ایست تکرار کنید و تگ دل شما هم از این خبردار شود که ما راضی هستیم از آن چیزی که با ماست و بسازید در پیش نظر آن چیزی که میخواهید. و آن را طلب کنید. و در نور شستشو کنید. یه نوری عجیبی از پیش نظر میگذرد، از بدن میگذرد. گرمی زیادتی را کم میکند، سردی را به معیار میارد، عضوها را بی درد و کار میاندازد. روز تا روز شما بهتر و خوبتر شدن میگیرید. سلامتی خود را میبینید و حس میکنید و میپوشید و تگ دل خرسند است و راضی. و شما چون دیگرگونی ها در خودتان بینید از خود نروید. بدانید که شما چنین برنامه ریزی شده اید. زندگی شما رنگ دیگر میگیرد. گشایش کار میشد انشای خدا. روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیرید. حتی مردم میگویند، خبرگیران و آشناها و دوستان و رشته‌بار که شما دیگرگون شده اید. صفی سالمان در جامعه ما زیاد شده. جمعیت ما سالم میگردد و انشای خدا روز تا روز بهتر و خوبتر شده. ما به عالمی خوشبختی وارد میشه. هر بیگاه بعد شام تکرار کنید. دائم در ذکر باشید. سخنان ما در یادتان. و چون بعد شام شما باز مشغول دوام میدید و میبینید که دیگرگون و دیگرگون میشوید. پس بدن شما سبک و روشن میگردد.
و شما به دیگران این چیزها رو توصیه میدید که واسطه بهترین است و ملت ما ملت معانی است. باز ما این زینه را در دوره سیوم احیای خود به دست میاریم انشاء خدا. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند و خوشبخت آهسته آهسته چشمان خود را میکشید.